خب سلام بچه‌ها، امروز یه ویدیو کاملا متفاوت داریم نسبت به ویدیو قبلی. من و آریان که الان پشت دوربین هست دو تا نوازنده خیابونی هستیم که می‌خوایم بریم توی جای مختلفی ساز بزنیم. سازمون هم ویولونه. الان همونطوری که بخواید نگاه بکنین اینجا دارن ساز میزنن، اونجا هم یکی میخواد ساز بزنه و حتی اون پشت هم یکی داره ساز میزنه و حتی جلوتر اونجا هم دوباره چند نفر دارن ساز میزنن. این از حافظی. حالا باید بریم یه جای خلوت‌تر پیدا بکنیم که ببینیم اونجا میتونیم یکم راحت‌تر و بهتر ساز بزنیم. میخوایم بریم ارم اگه بشه. بریم که ببینیم ارم چه خبره. خب بچه‌ها همونطوری که در تصویر نمیتونیم نگاه بکنیم ما اومدیم ارم. ارم هم شلوغی آنچنان خاصی که برای اجرای خیابونی ما می‌خواستیم و نداره. در نتیجه بعد بریم یه دیگر رو پیدا بکنیم. کجا می‌خوایم بریم ببینیم کجا رو پیدا می‌کنیم. شاید بریم سمت عفاآباد. آخرشون کارشون فرهاد واسه کارشون شیر خسرو کرد پشتون کرم تیشه رفت به من و تو خوشبخت بودم. خدا زدید. خب بچه ها همونطور که می‌بینیم ما اومدیم باغ عفاآباد ولی متاسفانه کجا می‌ریم؟ ما کجا رو داریم؟ تو دیوار چرا؟ متاسفانه چون که گفتن شهردار میخواد بیاد دیوار حاجی مسیح شهردار میخواد بیاد بازدید اینجا و کنسل. مسیح جیزس جان نمیده. بچه این مسیحی که من الان بهتون گفتم یه آدم خیلی سمی بود که قبلا که ما رو اینجا ساز می‌زدیم میومد جلوی ما و بلند گفت مسیح. خب و میخواست ما رو پیرو دین مسیحیت بکنه ولی نتونست متاسفانه. حالا بریم ببینیم وسط خود عفاآباد میتونیم جای پیدا کنیم ساز بزنیم یا نه. بچه‌ها همونطور که می‌بینید یا نمی‌بینید داره بارون میاد و عفاآباد هم که کاملا خلوت خالی از سکنه و اینکه دیگه حالا ببینیم که بارون بند بیاد یا جای خوب پیدا کنیم بریم ساز بزنیم. داره بارون میاد اجا نرفتیم اومدیم اسم شور بزنیم. پس منتظر میمونیم که بارون بند بیاد بعد بریم اجا چون سازمون خیس میشه و قاعدتا نباید ساز بزنیم. Day 2, day 3, day 5. اما ای دیگه امروز اومدیم بالاخره ای خدا بخواد ساز بزنیم. آسمون هم یه تیکه ابرم توش نیست دیگه. اومدیم حافظیه عشق و حال برا بریم که ای خدا بخواد دیگه یه جایی پیدا کنیم ساز بزنیم. عشق و حال مامان بزرگ داره زنگ میزنه. بچه هر کاری هم میخوایم بکنه قطعا با تیونر یه بار تیون بکنید سازتون رو. نگید من گوشی میزنم بلدم و این داستانا. هر چقدر هم گوشی زده باشین اگه با گوشی خیلی بلد باشین میشه ها ولی با تیونر بزنین مطمئن تر. فنی کار اینا هستن شارژ اینو تمام شه باید وایسید.
بعضی وقتا مثلا یه وسط کار شارژ اسپیکر کم میشه و همه میرن. خیلی جالب. این از مشکلات اجرای خیابونی هست. خب بچه اومدیم افاباد و دیگه میخوایم اینجا هم اجرای دوم انجام بدیم و شغل به راهه. بذار دلم تنها بمونه، بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره رنگ اون دیگاری که توش منو تنها نذاره. اگه یه روزی نوم تو باز تو گوش من صدا کنه، دوباره باز همه بیاد که منو مبتلا کنه، دل میگم کاریش نباشه. هزار فرامرز اصلانی اولین بار بود زده بودیم در داره ماشینا بچه ها. بچه ها سیم بکن نداره. سیما دونه یه تومن پولش بچم بیشتر. بچه ها آریان جون الان داره فشار میخوره، سازش سیمش پوچید و الان زنگ زده به ساز فروشی ببینه سیم گیرش میاد یا نه. قیمت هر سیم ویالون حدودا 1 میلیون و خورده هر سیمش، هر سیم ویالون حدود 1 میلیون و خورده. در حال تلاش و کوششه که ببینه جایی پیدا میکنه یا نه. آریان داری بساطتو جمع میکنی بری. آخه داره میره بنده خدا. آخه 20 سیم شد با کیس ما درش ببند زیب کیس منه. پسرم موفق باشی، برو خدا به همراهت. بچه ها برو. من اینجا ساز میزنم که آریان برگرده با سیم جدیدش و پرقدرت. خب از اونجایی که من با خود گوشی آهنگا رو میذاشتم و با خود گوشی هم فیلم میگیرم،
پس در نتیجه دیگه فیلمی از این نداریم. فقط جد اطلاعاتتون باشه که من دارم تنهایی الان اینجا ساز میزنم و آریان رفته. وقتی که اومد دوباره فیلم میگم و آسیان نیامد. بوی چه حسی داری که الان ساز سیمت نو شده؟ سیم داری 4 تا سیم داری؟ خوب بود. هزینه‌اش درد نداشت؟ چرا؟ آخه الهی عزیزم دیگه بالاخره زندگی کردن هزینه داره. اینم دخل، اینم داشتمون. شاکرم. ای جان جربونت برم. مرسی قربونت همت گرم. جام خفیف آباد نبین گل ناز خوشگل. خب از همینجا از آریا جان بهت فوش میفرستم که وسط اجرا زنگ زدی. آریا جان دهنت سرویس، دوست دارم. انشالله که در ادامه یوتیوب خدا یار و نگهدارت باشه. دیگه اگه دوست داشتین ویدیو رو عشق و حال یادتون باشه بفرستین و هر کار دوست داریم بکنین این داستان ها چی سریع بریم بالا اشغال بکنیم و داستان اینا. خدافظ. بوس به کلتون. یا زدی تو پوزم بی تربیت. چه کوفتی سیاهه. هزاریه؟ مطمئنی هزاریه؟ بذار لعنتت کنم.